روزی فردی یک پیله پروانه را که هنوز نوزادی درون آن بود با خود به خانه آورد. مشتاقانه منتظر بود تا پروانه‌ای زیبا از درون آن خارج شود. روزها پشت سر هم می‌گذشتند تا اینکه یک روز بالاخره سوراخ کوچکی در گوشه‌ای از پیله ایجاد شد. پس از گذشت مدت زمانی از این سوراخ کوچک یک پروانه سر بیرون آورد که در همان نگاه اول بسیار زیبا به نظر می رسید. به قسمت کوچکی از بالهای خوشرنگ او نیز نمایان بود. مرد مشتاقانه به او مینگریست و منتظر بود که پروانه به طور کامل از پیله خارج شود و از دیدنش لذت ببرد. اما هر چقدر منتظر ماند هیچ اتفاقی نیفتاد. مرد با خود اینطور فکر کرد شاید بهتر است به پروانه کمک کند. بنابراین با یک چاقوی کوچک و ظریف به آرامی قسمت دیگری از پیله را برش داد تا به پروانه کمک کند به طور کامل از پیله خود خارج شود. اما وقتی این کار را انجام داد متوجه شد قسمتی از بالهای پروانه که درون پیله قرار دارند چروکیده و ضعیف هستند و علاوه بر این بدن او هنوز به شدت سنگین به نظر می رسید. با خود اندیشید که قطعاً این بالهای چروکیده و ضعیف توان حمل بدن پروانه را نخواهند داشت. چند روز دیگر نیز منتظر ماند تا شاید پروانه نهایتاً بتواند پرواز کند. اما متاسفانه اشتباه مرد موجب شده بود که پروانه برای همیشه از پرواز کردن محروم شود و علت آن هم چیزی نبود جز عجله بیش از اندازه او. دلیل اینکه فقط قسمت کوچکی از بدن پروانه از پیله خارج شده بود نیز همین بود که هنوز بالهای او تکامل پیدا نکرده بودند و بدون شک زمانی که به طور کامل آماده پرواز میشد خودش میتوانست از پیله خارج شود. داستان زندگی آدم‌ها هم دقیقاً شبیه این پروانه است. گاهی اوقات در زندگی برای رسیدن به چیزهایی که به آنها علاقه داریم آنقدر عجله می‌کنیم که باعث آسیب به خودمان و دیگران می‌شویم، چون شرایط رسیدن به آن هدف هنوز مهیا نیست و چه بسا عجله ما شرایطی را که می‌توانست در زمان خودش به بهترین شکل ممکن برای ما اتفاق بیفتد متلاطم و ناآرام کرده است. بنابراین آنچه که از این داستان میتوان برداشت کرد این است که نگران سختی‌ها و مشکلات نباشید. بهتر است صبر کنید تا در زمان مشخص بتوانید مانند یک پروانه به زیبایی پرواز کنید و لذت زندگی را بچشید.